خوشنامانم نمیخواد همراه زنی هیورم گپ زنم. هیور این چی بود؟ پسری زنی ویا برادری شوهر زنی هیورم گپ زنم. میگه من راضی نیستم که هر دوی شما در پناهی و چیرز تلفن گپ زنید، اما ما پستی و پناهی گپ میزنیم چون که خیلی دوستش میدارم مثل اپام. اصلا یعنی معامله کردن با مسلمان ها اجازت هست، سلام علیک کردن، خاصتا که علاکه این یک نوعی خویشاوندی میشه. یعنی زنی هیور در مردم ما اوسون میگن، مردم شمال اوسون میگن، یعنی زنی برادری شوهرتان. یعنی دو آدم اکه و دادر است، همه های زناشون به همدیگر هیور میشد به اصطلاح مردمی جنوب. مردمی شمال افسون میگن. بله گپ زند اجازت است. آخه قینا برای چی من میگم؟ اگر اینا نقشه از بین بردنی قینا کنن، قینا و ظلم کردن کنن یا یگان نقشه کشتنش کنن، بله من کرده میشد. اگر یک تاش سحرگر باشد و مثلا شما خوشنامانتان بود که با اون افسونت گپ نزن، با اون هیورت زنی هیورت گپ نزن، خلاصه گپ نزن کی وای توی سحرگر میکند یا به بلای بعد گرفتار میکند، واقعا هم نشستی بعد باشد، یعنی سبب این منعش شرعی باشد، یعنی یگان تکیهگاه و دلیل داشته باشد برای منعش حق دارد. لیکن مادامی که من مانند اپا هم هستم میگوید، یعنی مانند اپتان هست معامله میکنید، هیچ گپی ندارد. و سخن خوشنامند برای شما حتمی نیست که مثلا وای شما امر کند و نهی کند. درست است که احترام کرده میشه، لیکن حق یک کاری حلال برای شما حرام کردن ندارد. حلال مثلا دو زنی دو برادرها همسرانشون با همدیگر علاقه کردنشون، صحبت کردنشون اصلا حلال است. کسی اینه حرام میکند، یعنی من میکند نکنید اون گپ نزن میگد. اگر یگان تکیهگاه شرعی داشته باشد و یگان عذری شریعت اگر گوید که گپ نزنید تان گوید در پیشگاه الله تعالی جواب افتتاند، حق دارد. لیکن اگر نتاند فقط بخیلگی کند یا یگان دیگر سبباش که ما نمیدونیم برای چی من میکنه اون خوشنامه، در این حالت اون این حق ندارد. اصلا مسلمان زن با مسلمان زن بیملال میتوند ما رو گپ زند. این چونین به کافر هم اگر مادامی که به دینش دعوت نکند و به فسق و فجور دعوت نکند، اجازت است از زنک با یک زنکی دیگر گپ زند، مادامی که همین گپ زنی اینها ضرر نداشته باشه.